وزیر مدافع جمهوری گنرال پامیر شهرآمیزو محترم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سرفرمانده عالی قوای مسلح اشاره اوید به گزاراندن قوای مسلح ساختارهای قدرتی مقامات حفظ حقوق منطقه مدافع حدودی و ذخیره سفربری به درجه آماده باشی پورا و حالت جنگ قبول نمودند. اجرا دید عمل نمایند. اطاعت. رفیق وزیر مدافع جمهوری تاجیکستان سردار سود گنرال قوای مسلح گنرال لeytenant صبحزاده طبق فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سرفرمانده عالی قوای مسلح تمام قسم واحدهای قوای مسلح ساختارهای قدرتی مقامات حفظ حقوق منطقه مدافع حدودی و ذخیره سفربری به درجه آماده باشی جنگی پورا و حالت جنگ گذارانده شود. قرارگاه سرفرمانده عالی قوای مسلح جمهوری تاجیکستان در مرکز اداره‌کنی قوای مسلح جمهوری تاجیکستان گسترش داده شود. مردم ما خشونت و زورآوری و جبر و ظلم دیگران را هرگز قبول ندارند و ما برای حمایت وطن، استقلال و آزادی، صلح و آرامی و آسایش جامعه از تمام امکانیت‌ها استفاده می‌کنیم. برای حفظ ننگ صف کشیده ایم. همه سر به سر تن به کشتن دهیم، از آن به که کشور به دشمن دهیم. ارتش ملی تاجیکستان دستاورد بی‌نظیر دوران استقلال، رکن مهم دولتداری، کفیل صلح و ثبات و در حفظ مرزبوم اجدادی سپری با اعتماد دولت است. در طول 30 سال استقلال در برابر همه مظفریت‌ها ارتش ملی مرحله به مرحله تکمیل یافته امروز قادر است که در مقابل همه گونه تهدید و خطرهای زمان معاصر استوار دستاورد و منفعت‌های دولت و حیات آسایشته مردم کشور را تأمین نماید. تحت نوای ارکستر حربی نفسی گذشت نظامی را شنوندگان لیتسه حربی وزارت مدافعه جمهوری تاجیکستان آغاز نمودند. ساختارهای نظامی و مقامات حفظ حقوق و ترتیبات تاجیکستان در هماهنگی و یکجایگی قادرند که ثبات و امنیت جامعه، حیات آسایشته مردم کشور، تمامیت ارضی و استقلال دولتی را تأمین نمایند. زیرا قوه ظفرآور ما در اتحاد و یکدلی ماست.